چند روزی از ماه شعبان باقی مانده بود، اباسلط اومد خدمت امام رضا، به آقا عرض سلام کرد. آقا بهش فرمودن یا اباسلط ان شعبان قد مضی اکثره، بیشتر ماه شعبان گذشت. تدارک فیما بقی من تقصیرک فیما مضی من. جناب اباسلط همین چند روزی که باقی مونده کوتاهیاتو جبران کن. بالاخره دیگه نمیتونیم بگیم ای وای نیمه شعبان تمام شد، سوم شعبان تمام شد، هرچی بود تمام شد. اونی که گذشت دیگه قصهشو نخور. تو فکر کن آقا 2 روز دیگه مونده، 3 روز دیگه مونده، این 2-3 روز رو جبران کن. گفت آقا جون چه کنم؟ آقا 7-8 تا توصیه بش کرد، من اینا رو عرض میکنم. 1 علیک به ترک ما لا یعنیک، کارای بیهوده، کارای سست، کارای بی ثمر رو بذار کنار. ما 3 جور کار داریم. یه کارای عبادت مثل نماز، شما الان نماز یا موعظه گوش کردن، الان شما دارید گوش میدید عبادت. یه کارای حرامه، مثلا شرابخواری، دروغ گفتن، خب اونم روشنه. یه کارای حرام نیست، عبادت هم نیست، بیهوده است، مثلا تو موبایل مثلا 1 ساعت بگرد دنبال اخبار بیخود، مثلا عرض میکنم، یا مطالبی بگه که ثمره ای نداره. فرمود اینا رو بذار کنار. 2 اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن. این 3 چیزو قدر بدان، هر چی میتونید، دعا و استغفار و قرائت قرآن. حالا مثلا شما سوره قل هو الله بخوان، هم بخوان، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اذکاری که هست، دعاهایی که هست، همین دعاهای ماه شعبان که تو مفاتیح آمده، چه دعاهای عجیبی است. مناجات شعبانیه چقدر بلنده، کسی بلد باشه بخوانه. اینا مال ماه رمضان نیست، اینا رو امام رضا به اباسلط برای این چند روز آخر شعبان فرمود. سفارش 3 فرمود توب الی الله من ذنوبک لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله. ببین تو این 2-3 روز توبه کن که با گناه وارد ماه رمضان نشی. چطور ما مکه میخوایم بریم محرم میشیم، مسجد شجره یا جحفه، لبیک اللهم لبیک میگیم، لباسمون در میاریم، 2 تا حوله می کاملا آماده میشیم برای ورود به مکه. دیگه ورود به ماه رمضان خوبه که تو توبه کنی. خب حالا توبه واجبه. اگر بین تو و دیگری چیزی هست رفعش کنی، اگر حق الناسی هست بپردازی، اگه نمیشناسی رد مظالم بدی. خیلی مهمه. اگه تو حالا سال خمسی نداشتی برای خودت سال تعیین کنی. توبه فقط استغفار نیست. ولا تدعن امانة فی عنقک الا ادیتها. اباسلط ببین امانتی پیشت نیست، اگه هست برو برگرد. ولا فی قلبک حقدا. این خیلی مهمه. قبل از آنی که وارد ماه رمضان بشی کینه از کسی تو این دلت نباشه. کینه 2 جوره. یه وقت ما از کفار و دشمنان اهل بیت کینه داریم، اشکالی نداره. کینه خدا انشاءالله شم رو لعنت کنه، اسرائیل رو نابود کنه. نسبت به نتانیاهو ما کینه داریم، داره بچهای مردم رو میکشه، که عیبی نداره. لعن الله بنی امیه قاطبه. اگر انسان نسبت به دشمن بغض داشته باشه اشکال نداره، اما بغض و کینه نسبت به خدامون. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آقا با برادر قهری، با خواهر قهری، با پدر مادرت کدورتی داری، با شریکت کدورتی داری، قبل از ماه رمضان اینا رو تمومش کن. یه پیامکی بده، نگو ای ما کوچیک میشیم، من بزرگترم، عروس مقصره، من بزرگترم، مادرزنم، مثلا من دامادم، اون باید. نه. توصیه بعدی آقا علی ابن موسی رضا فرمودن ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عنه.
آقای عباس‌سلط آخر شعبان یه توصیه من دیگه به تو اینه، هر گناهی که تو زندگیت بوده، ببینید توبه رو گفتم و تموم شد، این غیر از توبه است، این یه چیز دیگه است. آقا فرمود توبه کن، این کارو کن، این کارو کن. اینجا فرمود اگر یک گناهی در زندگیت بوده قلعت عنه، کاملا خودش رو ازش جدا کن. ببینید این هواپیما که روی باند میره وقتی میخواد بلند شه تو عربی میگن اقلاع، یعنی کندن. اینطوره دیگه، باید یه فشار زیادی، یه نیروی زیادی وارد کنه که بتونه این هواپیمای سنگین بر جاذبه زمین غلبه کنه، بلند شه، خودشو جدا کنه. اقلاع یعنی توی عرض میکنم که فرودگاه ها کشورهای عربی اگه رفته باشید نوشتن ساعت پرواز رو میگن اقلاع، یعنی کندن. آقای عباس‌سلط از گناه خودتو بکن قبل از ماه رمضان، با یه اراده‌ای، با یه تصمیمی بگو دیگه تمام، هر چی بوده تمام، بذار کنار. فرمودن اتق الله و توکل علیه فی سرک و علانیتک، تکیت به خدا باش، تکیت به خدا باش. خدا به پیغمبرش هم میفرماید همه دنیا بهت پشت کردن بگو تکیهگاهم خداست. آخر سوره توبه است. و ان تولوا، اگه همه بهت پشت کردن فقل حسبی الله لا اله الا هو. یکی از ذکرهایی که توکل آدمو خیلی زیاد میکنه همین ذکر حسبنا الله و نعم الوکیله. آقا فردا عمل جراحی داری، حسبنا الله و نعم الوکیل. دختر میخوام شوهر بدم، تحقیق میکنم، بررسی میکنم، اون جای توکل رو نمیگیره، تلاش جای توکل رو نمیگیره. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. تلاش هم میکنم ولی حسبنا الله و نعم الوکیل. منبر میخوام بیام، آقا اشتباه نکنم، اشتباه نخونم، گم نشم، حواسم پرت نشه. شما مطالعه بکن، اما حسبنا الله و نعم الوکیل.